قبل از اینکه بخوام در مورد کلیدها، منوها و انواع خاص ابزارها صحبت کنم، ترجیح میدم کمی در مورد زاویه دید خودم در عکاسی از این نظر که چطور از انواع مختلف دوربین استفاده میکنم صحبت کنم. از نظر من دوربین کامپکت خیلی مهمن. دوربین دیجیتال SLR هم مسلما جایگاه خودشون رو در دنیای عکاسی دارن و بعد از اونها دوربینای موبایل قرار دارن. همه اینا مهمن و قراره در مورد همه‌شون صحبت کنیم. من میخوام نمونه عکسایی که با هر کدوم از اینا گرفتم و به شما نشون بدم تا ذهنیتی در مورد استفاده از هر کدوم از اونها داشته باشید. مثلا این عکس از ابرهای آسمون در پنجره هواپیما گرفته شده. من یه دوربین کامپکت تو جیبم داشتم که با دیدن این منظره اون رو روی پنجره گذاشتم و عکس رو گرفتم که الان میتونیم ببینید. اگه اون دوربین همراهم نبود این منظره رو از دست میدادم. دلیل دیگه خوب بودن دوربین کامپکت ارزان بودن لوازم جانبی اوناست. مثلا میتونم با اختلاف مبلغ زیادی نسبت به دوربین دیجیتال SLR و تنها با چند صد دلار برای دوربین کامپکت خودم محفظه ضد آب بخرم. کفش غواصیمو بپوشم و موقع شنا تعدادی هم عکس فوق العاده بگیرم. اگر متکی به دوربین دیجیتال SLR نبودم احتمالاً هزینه رو صرف میکردم. چون هم میتونم این مبلغ رو هزینه کنم و هم راحت کار کردن باشه. به همین دلیل بازم میگم دوربین کامپکت برای گرفتن این عکس مناسبه. گاهی اوقات من به کارهای دوربین دیجیتال SLR نیاز دارم. مثلا برای گرفتن این عکس با زاویه باز دوربین کامپکت به دلیل نداشتن لنز زاویه باز جوابگوی این کار من نیستن. اما در دوربین دیجیتال SLR شما اصلا میتونید در حد نیاز خودتون هزینه کنید و لنز زاویه باز تهیه کنید. برای گرفتن این عکس من به لنز 70 میلیمتری نیاز دارم که در دوربین کامپکت امکان پذیر نیست. به همین دلیل من برای گرفتن این گونه عکس‌ها که خیلی هم دوستشون دارم معمولا از دوربین دیجیتال SLR استفاده میکنم. میزان نهایی فاصله کانونی نیز یکی دیگر ویژگی مهم دوربین دیجیتال SLR محسوب میشه. به همین دلیل که اون رو به دامنه وسیع فاصله کانونی نیاز دارم. من برای گرفتن این عکس از گوسفندان در ایسلند و همه وسعت لنز 300 میلیمتری خودم نیاز داشتم. در اینجا فکر نمی‌کنم که با دوربین کامپکت میتونستم چنین عکسی بگیرم. علاوه بر این دوربین دیجیتال SLR سریعتر عکس العمل نشون میده و من هم باید این صحنه رو شکار میکردم و تنها 1 تا 2 ثانیه دیرتر این شات رو از دست میدادم که البته با دوربین کامپکت این اتفاق افتاد. موضوع دیگه که من واقعا در مورد دیجیتال SLR دوست دارم اینه که در ایزو بالا نویز تصویر کمتری داره. برای گرفتن این عکس من باید کمی مقدار ایزو رو افزایش میدادم. باید دوربین کامپکت شما نویز بیشتری میدیدین که در دیجیتال SLR دیده نمیشه. شفافیت تصویر هم نکته مهمیه که نشون میده چرا دوربین دیجیتال SLR اهمیت داره. به نظر من دوربین موبایل خیلی مهمه. به سری مواقع مردم کاربرد خوبی که میتونن در طول روز از اون داشته باشن نادیده میگیرن. مثلا اولین کاری که من بعد از پیاده شدن از ماشین انجام میدم عکس گرفتن از محلیه که پارک کردم اونو. برای همین چند ساعت بعد یا یه روز بعد مثل زمانی که ماشینمو در پارکینگ فرودگاه میذارم وقتی برمیگردم نگران سردرگم شدن خودم نیستم. دوربین موبایل همچنین برای عکس گرفتن از اطلاعاتی مثل شماره تلفن، نشانی وبسایت‌ها و زمان باز و بسته شدن مغازه‌ها بسیار مناسبه. و یک تکنولوژی در دسترس برای عکاسی محسوب میشه. دوربین موبایل‌ها در کنار دوربین کامپکت و DSLR جایگاه خودشونو دارن. قبل از اینکه بخوام کلیدو فشار بدم یا منوها کار کنم، میخوام در مورد چند موضوع اساسی در زمینه عکاسی صحبت کنم که در آینده به اونها میپردازم. فقط با من همراه باشین تا این مباحث رو با هم طی کنیم.